ضربه چاهجویی در دستهای فرشید کریمی قرار میگیره. بلافاصله از سمت چپ یک فضای مناسب برای حرکت و حمله پرسپولیس. کریمی داشت روند توپ خودش رو تعقیب میکرد. یه ارسال به روی دروازه، فرصت به پرسپولیس و توی دروازه مات دراگچوویچ حساب کار رو به تساوی میکشونه. هر سه گل ابو مسلم رو پرسپولیس پاسخ میده. یک شروع مجدد عالی برای پرسپولیس. برای اونها ارزش یک گل رو داشت و ارزش یک امتیاز. ماته مهاجم کروات ارزش کار خودش رو نشون میده. فرشید کریمی جبران مافات میکنه. محمود خردبین هم احساسی تر و لطیف تر از قبل شده روحیش و اشک به چشش میاد. نیکبخت فرار خوبی رو انجام داد، توپ رو فرستاد و ضربه نهایی ماته